این ویدیو ممکنه یکی از عجیب‌ترین چیزهایی باشه که امروز می‌بینی، چون قراره درباره سیاره‌ای حرف بزنیم که شاید آینده انسان‌ها به اون گره خورده باشه. سیاره‌ای که بعضی دانشمندان اون رو یکی از شبیه‌ترین گزینه‌ها به زمین میدونن. سلام، من مصطفی هستم و به Wonders of Life خوش اومدید. جایی که مرز بین واقعیت و غیر ممکن از بین میره. اگه نمیخوای هیچ کدوم از این رازها رو از دست بدی، همین الان عضو کانالم شو، چون تازه اول ماجراست. امروز میخوایم با هم یکی از جالبترین سیاره‌هایی که تا امروز کشف شده رو بررسی کنیم. سیاره‌ای که به خاطر شباهت‌هایی که با زمین داره، خیلی توجه دانشمندان رو به خودش جلب کرده. سیاره‌ای به نام کپلر 452b که بعضی‌ها بهش لقب پسرعموی زمین رو دادن. کپلر 452b یک سیاره دور در خارج از منظومه شمسی ماست که حدود 1400 سال نوری با زمین فاصله داره. فاصله‌ای که حتی تصور کردنش هم سخته، چون نور که سریع‌ترین چیز در جهانه، برای رسیدن از این سیاره به زمین حدود 1400 سال زمان لازم داره. اما چی باعث شده این سیاره اینقدر مهم بشه؟ یکی از مهمترین دلایل موقعیت این سیاره در منظومه شمسی خودش است. کپلر 452b در منطقه‌ای قرار گرفته که بهش منطقه قابل سکونت گفته میشه. یعنی فاصله که یک سیاره از ستاره خودش میتونه شرایط مناسبتری برای وجود آب مایع داشته باشه. و دلیل اهمیت این موضوع هم اینه که روی زمین آب یکی از اساسی‌ترین عوامل شکل‌گیری زندگی بوده. البته این به معنی وجود حیات در کپلر 452b نیست، اما همین ویژگی باعث شده دانشمندان با دقت بیشتر این سیاره رو بررسی کنند. کپلر 452b حدود 60% بزرگتر از زمین هست، یعنی با یک سیاره کوچیک روبرو نیستیم، بلکه با دنیای بزرگتر از زمین طرف هستیم که احتمالاً جاذبه بیشتری هم داره. اگه روزی انسان بتونه روی این سیاره قدم بذاره، احتمالاً حرکت کردن روی اون با زمین فرق خواهد داشت، چون نیروی جاذبه بیشتر باعث میشه بدن وزن بیشتری احساس کنه. یکی دیگه از شباهت‌های جالب این سیاره مدت زمان سال اون هست. یه سال در کپلر 452b حدود 385 روز طول میکشه، یعنی فقط کمی بیشتر از سال زمینی که 365 روزه. این سیاره همچنین دور ستاره‌ای میچرخه که شباهت‌هایی به خورشید ما داره، ستاره‌ای که کمی بزرگتر و قدیمی‌تر از خورشید هست. دانشمندان تخمین زدن این منظومه حدود 1.5 میلیارد سال قدیمی‌تر از منظومه شمسی ماست. اما با وجود تمام این شباهت‌ها، هنوز چیزهای زیادی درباره کپلر 452b نمیدونیم. هنوز مشخص نیست سطح واقعی اون چه شکلیه، چه شرایطی داره یا چه رازهایی ممکنه درونش پنهان شده باشه. با این حال، همین که انسان تونسته چنین دنیای دوری رو پیدا کنه، خودش یه اتفاق شگفت‌انگیزه. فکر کن ما روی سیاره کوچیک به نام زمین زندگی میکنیم، اما با استفاده از تکنولوژی تونستیم سیاره‌ای رو پیدا کنیم که هزاران سال نوری از ما فاصله داره. فقط با بررسی نور و اطلاعاتی که از اون به ما میرسه، دانشمندان میتونن درباره یک دنیای کاملا ناشناخته تحقیق کنن. البته فاصله این سیاره یک مانع بزرگه. با فناوری‌های امروزی سفر به کپلر 452b تقریبا غیر ممکنه و بسیار طولانی خواهد بود. به همین دلیل فعلا تنها راه شناخت این سیاره بررسی اون از فاصله خیلی دوره. اما شاید در آینده با پیشرفت علم اطلاعات بیشتری درباره این دنیای عجیب پیدا کنیم، چون هنوز یکی از بزرگترین سوال‌های بشر بدون جواب مونده. آیا در این جهان بی‌نهایت بزرگ فقط ما وجود داریم؟ خب اینجا به پایان سفرمون به کپلر 452 رسیدیم. اگه دوست داری بیشتر درباره عجایب فضا و رازهای ناشناخته جهان بدونی، حتما کانالم رو دنبال کن. لایک و سابسکرایب یادت نره تا در ویدیوهای بعدی با هم رازهای بیشتری رو کشف کنیم.